سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. اینجا آنلاین دیتی. توی ویدیو امروز با آموزش ایردراپ خوب به نام DOP در خدمتتونم. یه ایردراپ تستنتیه که قرار در 3 ماهه اول 2024 برای کامیونیتی ایردراپ داشته باشم و توکن DOP رو توزیع کنن. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، خوشحال میشم اینجا ویدیو رو لایک کنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. یه کامنت انگلیسی هم بذارید، بد نیست. بریم سراغ آموزش. خب دوستان، لینک ها رو به ترتیب توی دیسکریپشن و چنلی که لینکش توی دیسکریپشن میذارم کلیک میکنید و وارد همچین صفحه میشید. اینجا اولین کاری که شما باید انجام بدید این تیک رو فعال کنید و پایینش روی این بخش ایمیل کلیک کنید، یک ایمیل وارد کنید. بعد روی کانتینیو کلیک میکنید و توی این صفحه باید یک ولت ایجاد کنید، ولتی که در آینده میتونید توکن هاتون رو کلیم بزنید. اینجا روی کریت ولت کلیک میکنید و وارد این صفحه میشید که پسورد و تکرار پسورد رو وارد میکنید و روی سابمیت کلیک میکنید. اینجا 12 کلمه بهتون داده که این 12 تا رو حتما توی دفتر یادداشت کنید که بعداً موقعی برداشت به دردتون میخوره. یادداشت میکنیم. بعد از اینکه یادداشت کردید روی وریفای کلیک میکنید. توی این صفحه باید یکی بالاخره کلماتی که از شماره 1 تا 12 هستن رو انتخاب کنید و بعدش روی اوکی کلیک کنید. بعدش وارد همچین صفحه میشه که روی کانتینیو میزنید و اینجا دون رو میزنید. اینجا پسوردتون رو وارد میکنید و بعدش روی آنلاک کلیک میکنید. خب اینجا اکانتتون ایجاد شد. روی استارت کلیک میکنید و وارد همچین صفحه میشید. باید ولت متاماسکتون هم کانکت کنید. روی متاماسک کلیک میکنید، تاییدیه میاد روی متاماسکتون، پسوردتون رو وارد میکنید و روی بعدی به اتصال یا نکست کانکت میزنید. بعد ازتون میخواد که شبکه رو به سپولیا سویچ کنید. روی سویچ نتورک کلیک میکنید و شبکه براتون اد میشه. حالا یه سری تاسک ساده داره که با هم انجامشون میدیم. اولین کار اینه که شما کانکت توییتر کنید. از این قسمت ساین این کلیک میکنید، وارد صفحه مربوط به توییتر میشید و روی کادر آگران کلیک میکنید. بعد میرید توی صفحه قبل و حالا با تسکا رو به ترتیب انجام بدیم. قبل از اینکه تسکا رو انجام بدیم یه سری توضیحات دیگه که خودشون توی این صفحه تاکید کردن. در 3 ماهه اول 2024 شما این کارها رو انجام بدید که میریم انجامشون میدیم، میتونید توکن DOP رو دریافت بکنید. گفته ادعای پاداش آینده فقط از طریق همین کیف پولی که الان 12 کلمش رو بالاخره یادداشت کردیم امکان پذیر خواهد بود. پس حتما جزئیات کیف پول همون 12 کلمه رو میگه حفظ کنید و پس از راه اندازی رسمی توکن به این وبسایت باز گردید. همین بخش رو میگه که یک کلیم باز میشه و شما میتونید برداشت بزنید توکن های DOP تون رو. اما تسکایی که باید انجام بدیم، اولی که فالوی توییتر، کلیک میکنید وارد صفحه مربوط به توییترشون میشید که اینجا صبر کنید کامل براتون لود بشه. بعد روی فالو کلیک کنید که محاسبه بشه براتون. بک میدیم. این تیک رو فعال میکنیم و روی دون کلیک میکنیم. انجام شد. و تسک بعدی که باید انجام بدیم دریافت یا کلیم اتر روی شبکه سپولیا هستش. روی کلیک میکنید، وارد صفحه مربوطه میشیم و اینجا وارد صفحه نشد. اما اگر اتر روی شبکه سپولیا ندارید، که خب ببینید من الان یه دونه اتر روی شبکه سپولیا دارم، اگر ندارید وارد بالاخره وبسایت سپولیا فاست میشید و اگر اکانت ندارید این بالا روی لاگین کلیک میکنید یا ساین اپ و اینجا باید شما یک اکانت ایجاد کنید. ایجاد اکانت خیلی ساده استش که برای ایجاد اکانت شما باید روی ساین اپ کلیک کنید و ایمیل و پسورد و این چیزا رو وارد کنید و دیگه راحت خودتون ترجمه کنید. اما من اکانت دارم، روی ساین این گوگل کلیک میکنم و ایمیلم رو انتخاب میکنم و وارد اکانتم میشم. بعد که لاگین شدید وارد همچین صفحه میشید. دوباره باید آدرس اتریوم روی یا آدرس ولتتون رو کپی کنید و بچ بدید توی صفحه قبل و اینجا پیست کنید. پایین آیم نات رو بزنید و روی سند میتر کلیک کنید. اینجا یک توییت ارسال میکنید، روی پست کلیک میکنید، وارد توییتر میشه و بالا دوباره روی پست میزنید و بچ میرید توی صفحه قبل و روی ضرب در بالا کلیک میکنید، دوباره ضرب در. این پایین میبینید که هشت تراکنش براتون اومده و نیم اتر براتون وارد شده روی شبکه سپولیا. این تا اینجای کار. بچ بریم توی صفحه مربوط به تسک ها. کار بعدی که باید انجام بدیم، باید توکن تستی یا توکن های تستی رو توی این کیف پول دریافت کنیم. روی این قسمت کلیم کلیک میکنیم، وارد صفحه مربوط به کلیم میشیم. اینجا توی متاماسک یک تاییدیه ازمون میخواد. اینجا به حالت مارکت در بیارید و روی تایید کلیک کنید و
در حال کلیم توکن ها کلیم شد. حالا ازمون خواسته که USDT هم کلیم بزنیم. صبر کنید کامل براتون صفحه لود بشه. بعد از اینکه روی کلیم USDT کلیک کردید یه تاییدیه میاد روی متاماسکتون که اینم به حالت مارکت در میاد. روی تایید کلیک میکنید و توکن ها براتون کلیم میشه. صبر میکنید کامل براتون لود بشه. کلیم انجام شد. تاسک بعدی که باید انجام بدیم باید روی get started کلیک کنیم و اینجا توی این قسمت آدرستون که هستش خودش، اگر نبود کلیک میکنید و آدرستون رو انتخاب میکنید که 100% باید باشه. حالا اینجا یک توکن رو انتخاب میکنید. توکن های زیادی دارید، مثلا 10,000 USDT و USDC و غیره، همشون 10,000 تا هستن، اما شما همون USDT رو انتخاب کنید و میایید مثلا 8,000 تا رو انتخاب میکنید. روی این دکمه پایین کلیک میکنید و اینجا تایید میکنید، روی کانفرم میزنید، یه تاییدیه میاد روی متاماسکتون و اینو باید تایید کنید. اگر به حالت حالا وبسایت خودش تایید شده یا یه عددی نوشته، همون عدد خودتون رو تایپ کنید حتما. 8000 رو تایپ میکنید و اینجا روی اپروو کلیک میکنید. در حال انجام تراکنش اپروو تایید شد. دوباره تاییدیه اصلی شما باید دوباره به حالت مارکت در بیارید، روی تایید کلیک کنید که بالاخره اون تراکنشتون انجام بشه. در حال انجام تراکنش انجام شد. حالا روی کلوز میزنید و اینجا روی اوکی کلیک میکنید. صبر میکنید صفحه دوباره براتون لود بشه و تاسک بعدی که باید انجام بدید باید یک ارسال انجام بدید که روی get started کلیک میکنید و وارد این صفحه میشید. از این بالا که باید DOP آدرستون رو انتخاب کنید کلیک میکنید و این آدرس اول رو انتخاب میکنید و اینجا که حالا کلیک میکنید توکن مورد نظرتون رو که ما همون USDT رو دیپوزیت کردیم، همون اولی رو انتخاب میکنید و پایینش هم مقدارش، هر مقداری که باشه، مثلا 8000 تا داریم 2000 تا رو میخوایم ارسال کنیم. روی سند کلیک میکنید، کانفرم رو میزنید، یه تاییدیه میاد روی متاماسکتون که اینجا باید 2000 رو تایپ کنیم و بعدش روی این بخش بعدی و اپروو کلیک کنید. در حال انجام تراکنش اپروو انجام شد. تاییدیه اصلی اومد که به حالت مارکت در میارید و روی تایید کلیک میکنید. در حال انجام تراکنش انجام شد تراکنشمون و روی کلوز میزنید و اینجا اوکی. در حال لود و صبر میکنید کامل براتون لود بشه. اینجا میریم سراغ تاسک بعدی که روی گت استارتدش میزنیم و اینجا توکن رو انتخاب میکنیم. باز هم USDT 6000 تا داریم، میایم یک مقدار رو بالاخره انتخاب میکنم. 6000 تا داریم، 3000 تا رو تایپ میکنم، روی دکمه پایین کلیک میکنم. البته قبلش باید پسورد ولتتون رو وارد کنید. روی دکمه پایین کلیک میکنید، کانفرم رو میزنید، یه تاییدیه میاد روی متاماسکتون، اینجا به حالت مارکت در میارید و روی تایید یا کانفرم کلیک میکنید. در حال انجام تراکنش انجام شد. روی کلوز میزنید و بک میده و آپدیت. اینجا کل تاسکا رو انجام دادیم. روی دون کلیک میکنید و اینجا میبینید که 100% کارها رو انجام دادیم، 7 از 7. اگر آپدیتی باشه براتون توی کانال تلگرام میذارم، اگر هم نباشه که باز هم نمیذارم دیگه براتون. ولی خب هر آپدیتی باشه توی کانال میذارم، حتما عضو چنل تلگراممون باشید. چیز خاص دیگه نمیمونه. موفق باشید، شبتون خوش.